ابن قیم رحمه الله تعالی که بر همگان معروف و مشهور است، یکی از علماهای معتبرین، از استادش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی میگوید که پرسیدم درباره معنای دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله فرمودند اللهم طهرنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، یعنی ای الله مرا از گناهانم با آب و برف و خنکی یکی برف یا که ژاله پاک گردان. سوال این بود که گناهان را چگونه با آب و برف و خنکی پاک می‌سازند و فایده این چیزها را مخصوص ذکر کردن در چیست و چرا در روایت دیگر آمده است که با آب خنک پاک کردن تأثیر بیشتری دارد؟ شیخ الاسلام رحمه الله تعالی در جواب در پاسخ میگوید گناهان به دل گرمی و آلودگی و سستی می‌آورند، دل ضعیف می‌شود و در آن آتش شهوت افروخته می‌گردد و آن را آلوده می‌سازد. چون که گناهان برای دل مثل حیزون برای آتش است که آتش را بیشتر می‌سوزاند و قوت می‌دهد. هر قدر گناه زیاد شود همان قدر آتش دل سخت‌تر و سستی ایمان کمتر می‌شود و آب طبیعتاً افلاسی را می‌شوید و آتش را خاموش می‌کند. اگر آب سرد باشد بر بدن قوت و استواری می‌بخشد و اما اگر در آن برف و خنکی همراه باشد همراه گردد باز هم قوی‌تر می‌گردد و در خاموش کردن گرمی استوارتر قوی‌تر می‌شود. پس چنین آب بیشتر تأثیر می‌بخشد در از بین بردن اثر گناه و معصیت‌ها. پس این سخن بسیار بزرگ و ارزشمند است. سؤال ارزشمند است از این علماهای ربانی رحمهم الله تعالی که بیان کرده است که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعا مخصوص پاک شدن دل را با آبی سرد، برف و ژاله و خنکی ذکر نمودند و در جواب هم خلاصه آن برداشته می شود که زیرا گناه ها در دل گرمی را، افلاسی را و سستی را می آورد. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق توبه کردن را و رجوع کردن به سوی توحید را و سنت را ارزانی نماید و توفیق بدهد که از هر گونه گناه دوری بجوییم.